سلام حمید. سلام 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 سلام. بهش زنگ بزن. رسیدی خونه؟ آفر جان بلند بگو که بذار بشنم. چی؟ آها خب ایشا خب گفتن که بیان خواستی داری. سلام بچه ها خواستی خوبید؟ حالتون خوبه؟ خود بیا بعد ایدم هم چون آماده کنم کاری دیگه وقتی میشنست میادم تن و دو خودم رو بچسبانه دیگه. نه تا ماه دیگه دوست شدی و عیب نداره میخواد نشون کنم و نمیخواد عروسی بگیریم نشون کنم و بعدا بگو ایشالا بعد اون رفت خونش دیگه. رفت خونه آمده با تن و داغ بچسبانه رفت دنبال دوست پسرش رفت خونه. قابل دی بوده چند تا دیماتی پیر بگو من خواه چو بگو من میپیر باید تصمیم بگیر. خب باش ایشالا که ما آمادگی پیدا کنیم کار نداره قربونه خدا چی میگه؟ میگه عکس تو رو به مامان و خواهرم تهران نشون دادم. بعد اونا گفته ایشالا که دهن من بیسیه. الان جعفر گفته که بیام خواستگاری. یعنی مامانش اینا خوشش اومدن از این؟ بیام خواستگاری گفتم آجی کی بیام گفتم بعد عید بگو بیاد. گفت آخه به این زودی پیش گفتم دیگه شناخته نمیخواد که چی مبارکه؟ تو دروغ میگی 31 اسفند نیستی. مرد 31 اسفند کمیابه. میگم بعد عید نسیم گفتم نه دیگه وقتی میگه میخوام بیام نمیخواد الان عروسی بعد عید داره میاد. نسیم میخواد بگه بین خواسته بادا چرا گفتا زن نمیشه بگوشه به هتل پیرگونه بیه تو چه بده نسیم تو شناختی چی آخه یه با شناختی که منم خواهد باید این داره حرف میزنه خواهرمه. مبارک بچه ها مبارک باشه. دختر خالم نمیدونم تو لایو قبلم بودی یا نه دوست یعنی با یه هفته است فقط دوست شده. ببین یه هفته است یه هفته دوست شده. خب پسر عکسش رو به مامان شینا نشون داده. مامان شینا هم گفتن اوکی داره میاد خواستگاری بعد از عید عروسی داریم. واقعا طرف فگیر بود خدا شاهده. ببین قبل من پسر رو میشناختم قبل خیلی دوست دختر داشته بعد مثلا با اون همش 1-2 هفته کات میکرد ولی خیلی برام جالبه. از توی این اینستاگرام هم با هم دوست شدن بچه ها. از توی ببین توی مجازی هم خوب پیدا میشن البته خوب درست حسابی. از توی این اینستاگرام با هم دوست شدن هم اول هم خب رفتن دیدن بعد دیگه هیچی دیگه عاشق هم شدن دیگه. الان هم پسره میخواد بیاد خواستگاری. دختر خالم هم گفته که بعد از عید.
پسر بگیری بود واقعا. پسر بگیر الان کم پیداست. آخرش بیوه میشه چی؟ چه داله حرف. منم بگیرم تو دروغ میگیم مثل سگ. البته به بچهای اینجا نمیشه اعتمادی کرد. خب حالا اینا تو اینستا با هم دوست شدن، رفتن همو دیدن. حالا بهت گفتم استوری گذاشتم بعد پسره میدونی چی داد؟ به داد عروسک. خب میشه ببینمت؟ بعد گفتم که حوصله ندارم. بعد گفتش که هر وقت حوصله داشتی بگو هم دیگر رو ببینی. خیلی خفن بود. از این بدن سازا بود. نه اونجوری که فکر میکنی الان مثلا نسیم مگه با این پسر دوست شد این فکر رو که هم؟ نه من اینجا دنبال ریل نیستم. تو این برنامه اصلا دوست نمیشم با کسی. خیلی اون آدم باید لحاظ عقلی نه اینجا اصلا با هیچکی دوست نمیشم. تو این برنامه من با هیچکی دوست نمیشم. نه دنبال ریل میگردم، نه دنبال یه آدم خوب مهربون. واتساپم نه. واتساپ نه دیگه. یه جای خوب که بیا توی برنامه بله بگی. نه بلم نه. نه تو اگه گرفتنی بود تا حالا اینجا بودی یکی رو گرفته بودی. نمیخواد بیاد منو بگیری. میگه تو اسم نمیاد چپسی بیام بگی. نه اونجا هم نه. چند تا گفته سکه بکنم. خب میگه من گفتم سکه برای من مهم نیست 14 تا. بعد گفتم خب اونه که پدرت تصمیم میگیره نمیذاره تو تصمیم بگیری. من سکه 14 تا بیشتر نمیذارم. بچه ها هر وقت ازدواج کردم خب میخوام سکه 14 تا بذارم. تو از کجا فهمیدی من زن زندگیم؟ چجوری فهمیدی؟ اینو به هم بگو. چجوری فهمیدی من زن زندگیم؟ تو میفهمی؟ آخه از کجا و چجوری؟ نه من رشتی هستم. یه پاک خانوادش میدونه دیگه گفته داره. بعد دیگه نسیم تک فرزند. آره خودشون 5 تا. چی؟ نسیم تک فرزند. آره 5 تا. خدا یه زن سری چسب گرفت. از شیراز هستی؟ کجای شیراز؟ کجای شیراز هستی؟ شیرازی ها خوبن. جاهای خوب کجای شیراز خوب؟ بنده سینگل هستم. مناطق 6 کدوم خیابون شیرازی؟ حالا میدونی چی میگه؟ میگه تو مگه میدونی خیابونای شیرازو؟ نه نمیدونم. خب ولی این چیه؟ سعی میکنم یاد بگیرم برم تحقیقات کنم. شیراز حافظیه داره مگه شیراز؟ میگه یادت میدم تمام خیابونا رو. میگه آره خیابون حافظیه داره. فلک دوم نشسته. میگه تو فلک دوم نشستی؟ فلک دوم نشستی؟ نمیدونم این از کجا میدونه ولی برای خودش نمیدونم داره میگه یا نه. گفتش که تو فلک دوم نشستی. میگه فلک دوم کجاست؟
میگه الان بهت میگم، صبر کن. یکم به گوشیش زنگ خورده، میگه الان بهت میگم. ببین الان بهت میگه. خب بذار تلفنش تموم شه. عروسی و تو باغ میگیری. تو باغ خوبه سارا؟ تو باغ عروسی بگیری؟ سلام. میخوام عروسی تو باغ بگیری. جایزی هم نمیخواد. محله عفیف آباد میدونی کجاست؟ ببین میگه که عفیف آباد رو میدونی کجاست؟ خستش اونجا رو میگه. آره بلوار ارم. بلوار ارمشو میگه. میگه آره. میگه یکی از دوستای من اونجا هستن. واستا خواهرت هم میگه قراره بیاد شیراز. نه دوستای من اون سمت ارم معالی. میگه دوستای من همون سمت ارمن. آره دیگه بچه ها، بالاخره از توی مجازی، البته این برنامه نه، تو برنامه دیگه مثلا میتونی آدم خوب زندگی تو پیدا کنی، با هم دیگه برین سرخونه زندگیتون. مثل دختر خاله من. سلام پسر مامان. دختر خاله من که از توی این استا با یکی تو یه هفته همو دیدم تمام شد، داره میاد خواستگاری. پسر باید بگیر باشه. دشت شیراز رفت آمد داره. ببین میگه پسرم چی کارا میکنی؟ شیطونی کردی امروز؟ کیک میخوای؟ باشه بعد کیک درست میکنم. چی؟ خب چی؟ موتی جون مامان. موتی میگه که دوست داری با دوستش که تو قصد داشته دوست بشی با هم دیگه ازدواج کنین. اونا تو قصد داشتن با هم ازدواج کنین، برین سرخونه زندگیتون. پسر مامان من برات کیک شکلاتی درست میکنم، باشه؟ واسه جان تو بمیرم در کیک شکلاتی درست میکنم بخوری، بهش برسی پسر.